سلام و خسته نباشی. امروز اومدیم با یه ویدیو جدید که بهتون بگم یه آیفون 17 پرو مکس اومده که پشتش شکسته و شاسیش یکم کج شده. حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشید که بتونیم با هم این شاسی رو راست کنیم و پشتش رو تعویض کنیم. پشت 17 پرو مکس رو تعویض کنیم اصولی و با حساب و کتاب. برو بریم. بعد از اینکه دوتا پیچ پایینش رو باز کردیم میریم با هیتر حرارت میدیم پشتش رو تا بازش کنیم. با یه تیگ یا هر چیزی همچین نوعی باشه تیز باشه بتونیم پشتش رو باز کنیم. پشتش رو باز میکنیم. وقتی که پشتش رو برداشتیم مواظب باشیم که فلتر رو آسیب نزنیم. بعد اینکه پیچ فلتر رو باز کردیم و وایرلس شارژش رو جدا کردیم میریم سراغ چسبای دورش رو خوب تمیز میکنیم تا جایی که خوب تمیز باشه تا بتونیم پشتی که میچسبونیم عالی باشه. یکم شاسیش کجه میریم برای راست کردن شاسی میریم سراغ LCD. یکم حرارت میدیم LCD رو به گیره میچسبونیم دور تا دورش رو تیدر میزنیم و با چی LCD شو میمکیم تا LCD ش بالا بیاد. وقتی که LCD ش بالا اومد آروم بالاش میاریم چسبه با فلتش رو باز میکنیم و بعد پیچای باتریش رو آروم یکی باز میکنیم و باتریش رو وقتی بالا آوردیم دیدیم که یکم باتریش مشکل داره. باتریش هم یکم زدگی داره. بعد میافتیم جون شاسی با چکش و تبر و هرچی دم دستمون هست میافتیم رو جون شاسی تا شاسی رو راست کنیم. با چکش میزنیم تا وقتی که راست بشه. وقتی که دیدیم کلن شاسی صاف شده چسبه میریم سراغ باتریشو هم راست میکنیم. وقتی راست کردیم باتریشو سر جاش قرار میدیم پیچاشو کلن میبندیم. وقتی پیچاشو بستیم میریم سراغ چسبای دورش مثل امون اول تمیز میکنیم. بعد چسب عایق بندی رو میزنیم. چسب عایق بندی چسبیه که مخصوص آیفون هست، مخصوص ضد آب بودنشون و این چیزاش. چسب عایق بندی رو که زدیم فلتر LCD رو میبندیم و پیچاش رو که بستیم LCD رو سر جاش قرار میدیم. بعد میریم سراغ پشتش که چسب عایق بندیش رو زدیم پشتش هم آروم فلت وایرلس شارژش رو میزنیم پشتش رو سر جاش قرار میدیم. وقتی که جاش قرار دادیم کار هنوز تموم نشده. بعد بریم آزمایشش کنیم که وایرلس شارژ انجام میده یا نه. دوتا پیچ پایینش رو هم میبندیم و میریم سراغ وایرلس شارژش که ببینیم وایرلس شارژ انجام میده یا نه. بله شارژ هم میکنه. شما که تا آخر ویدیو همراه ما بودین با کمال تشکر از شما. یکم چند روزی که نتونستم واسهتون ویدیو آموزشی بذارم برای اینکه چون مریض بودم سرماخوردگی داشتم هنوزم صدام یکم تغییر کرده. معذرت میخوام از شما. حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و واسه دوستانتون بفرستید تا به ما حمایت بکنید. با لایک و سابسکرایب کردن شما حمایت بزرگی به ما میشه. حتما این کار رو انجام بدید. با کمال تشکر از شما.